بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستین خوب و خوش و خرم باشید و بیننده برنامه خودتان، برنامه لحظه های آسمانی باشید. در برنامه امروز میزبان جناب استاد بزرگوار استاد محمد انصاری هستیم. جناب استاد خیلی خوش آمدین. رمضانتون چطور میگذره؟ الحمدلله خوب میگذره. از احساستان بگین روزایی که گذشت امروز. الحمدلله رمضان خوب بود. طبیعتا رمضان یک روحانیت خاص خودش داره. انسان در رمضان وقتی که مساجد را میبینه، اهتمام و توجه مردم به قرآن کریم، به نماز، به عبادات را میبینه، طبیعتا حال و هوای همه دنیا کأنه آسمان و زمین و همه جا عوض میشه در رمضان. الله سبحانه و تعالی ما شما را از جمله کسانی بگردانه که در این ماه مبارک مشمول رحمت الله سبحانه و تعالی بگردید. سلامت باشین جناب استاد بزرگوار. بیننده های عزیز و گرامی، در برنامه امروز خواستیم در مورد یک موضوع خیلی مهم و حیاتی صحبت کنیم و عنوان برنامه را گذاشتیم دعوت مختص علما نیست. جناب استاد، دعوت مختص علما نیست و ما فکر میکنیم که مختص علماست. بیایم از اینجا بحث را آغاز کنیم که دعوتگر کیست؟ یعنی یک تعریفی اگر داشته باشیم از این مفهوم. دعوتگر خطرناکترین انسان است. خطرناکترین انسان است. دعوتگر اولا دعوت وظیفه همه مسلمان است. الله سبحانه و تعالی امر به معروف و نهی از منکر و دعوت الی الله را وظیفه تک تک مسلمان ها قرار داده. وظیفه همه است. اما یک دعوتگر می تواند که خطرناکترین انسان باشد. دعوت اگر با حکمت نباشد، با موعظه حسنه نباشد، دعوت اگر بر اساس اصول و ضوابط شرعی نباشد، خطر یک دعوتگر شاید از خطر کفار و مشرکین و دشمنان اسلام برای دین اسلام خیلی بیشتر باشد. درست. اگر یک دعوتگر مطابق قرآن، مطابق سنت، مطابق روش سلف صالح دعوت را انجام ندهد، حکمت و موعظه حسنه را در نظر نگیرد، با علم و با درایت و با منطق دعوت نکند، میتواند که این دعوتگر خطرناکترین انسان باشد، هم برای مسلمان ها هم برای دین. چون که مردم به دعوتگر به عنوان نماینده دین به عنوان نماینده دین می نگرند. مردم فکر نمی کنند که این دعوتگر چقدر علم دارد، چقدر میفهمد، چقدر نمیفهمد و او رو ممثل و نماینده دین فکر میکنن. هر حرفی که میزند، هر عملی که انجام میدهد که انه نمایندگی از دینش میکنه، از آدرس دین صحبت میکنن و این میتواند خیلی خطرناک باشد. پس دعوتگر اگر بر اساس منهاج و روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعوت بکند، این دعوتگر میتواند مردم را به راه راست، به راه توحید، به راه قرآن و سنت هدایت بکند به اذن الله سبحانه و تعالی. اما اگر اشتباه کرد، اگر خطا کرد، اگر راه را درست نرفت، میتواند دین را بدنام کند، اسلام را بدنام کند، مسلمانان را بدنام کند. چون همونطوری که گفتیم این شخص مردم دین را در رفتارش، کردارش، گفتارش، وجودش، ظاهرش در او میبینند. این شکل که مثلا سنت قولی و فعلی رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم. صلی الله علیه و سلم. این شکل سنت یعنی دقیقاً وقتی که از ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها پرسیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه بود رفتارش، زندگیش، اخلاقش، در روایتی میگه کان خلق القرآن، اخلاقش قرآن بود. و در روایت دیگری میگه که مانند قرآنی بود که بر روی زمین میگشت. یعنی عملا قرآن رو عمل میکرد، در زندگی خودش پیاده میکرد و همین عمل و پیاده کردن قرآن و دین در زندگی یک دعوتگر بدونی که او یک کلمه حرف بزند میتواند دعوت به سوی دین باشد. مگر کشورهای بزرگی مثل اندونزی، مالزی
که میتوانیم بگوییم تقریبا نصف مسلمان های دنیا در اونجا زندگی میکنن یا 1/3. بزرگترین کشور اسلامی از نگاه جمعیت است اندونزی. باورتان میشه در اونجا یک قطره خون ریخته نشده است، کسی شمشیر نزده است. حالا امروز مثلا در میدیا میگن که اسلام به زور شمشیر پیروز شده، اسلام به زور شمشیر پیاده شده. در اندونزی، در مالزی، در فیلیپین، شاید خیلی از مسلمان ها ندانن که در فیلیپین تقریبا چیزی در حدود نصف جمعیتش مسلمان است و بسیار مسلمان های منضبط هستن پس الان شما التزام و پابندی دینی مسلمانان در اندونزی و مالزی و در فیلیپین و در اینجا رو ببینید و مسلمانان جای دیگر رو ببینید، اصلا قابل مقایسه نیست. شما مساجد رو ببینید، حضور در نمازها رو ببینید، حجاب زنها رو ببینید، التزام پابندی به احکام شریعت و دین رو ببینید. جالب بود برای من در موسم حج دیدم که بعد از پایان حج اکثرا 99% حجاج اندونزی و مالزی جوان ها هستند. و حالا با وجود ملاحظاتی که وجود دارد در این مسئله، اما وقت که داشتن میرفتن به طرف کشورشان در فرودگاه دیدیم که آرایش کردن زنها و لباسهای سفید پوشیدن و کسی پرسیدم گفتم این حکایت این چی است؟ دوست اندونزی داشتیم، گفت که عادت است در بین ما که ازدواج نمی کنند الا بعد از این که حج انجام بدن. در کشورهای ما طرف که از دست و پا ماند 80-90 ساله که شد بعد می رود به حج، نه او حج به درد او می خورد و نه او عبادت با ارکان و با ضوابطش انجام می گیرد. چرا؟ چون اصلا طرف حال انجام عبادت را نداره. همیشه ما حج رو میندازیم چی میگن؟ حالا وقت است بذار چیز کنیم، یک کمی گناه بکنیم، عیش و عشرت خدا بکنیم، بعد از اون در آخر میریم توبه میکنیم. خدا رو نمیشه فریب داد. اما جالب است که ازدواج نمیکنن الا بعد از این که حج بکنن و بعد از حج که تمام شد، ایام تشریق گذشت، نکاحشان رو میبندن، بعد از اون زن و شوهر میشن و به طرف مملکتشان میرن. در همونجا نکاح میکنن. بله در همونجا در مکه نکاح میکنن. و این التزام و پابندی دین رو که در اونجا میبینیم به خاطر شمشیر خالد بن ولید نبوده و به خاطر سپاه ابو عبیده بن جراح نبوده، به خاطر اخلاق و کردار و رفتار تجار مسلمانی که تجارت میکردن. میدونید که جزیرهایی که در اینجا بودن یکی از مصادر به اصطلاح ادویجات و بعضی از یا به اصطلاح عربا بهارات که میگن کلا از این مناطق، از هند و از اندونزی و از این مناطق تامین میشد. من بسیار چیزا مثل دارچین و مثل میخک و اینا یا قرنفل و اینا که میگن از این کشورها تامین میشن. همین تاجر مسلمان رفت آمد میکرد، صداقتش، امانتداریش، راستگوییش سبب میشد که اونها از دینش بپرسن. شما چطور مردمی هستید که طرف آمده مثلا مال خریده برده، 10 سال بعد پسرش آمده گفته پدر من 10 سال پیش از شما مال خریده بود، پدرم فوت کرد اما در وصیتش نوشته بود که من در اندونزی، در اون موقع جاوا بود اسمش، مثلا از فلان تاجر فلان آدرس مثلا 10,000 دینار یا 5,000 دینار یا 1,000 دینار بدهکار هستم، تو باید این رو بپردازی. این امانتداری و این اخلاق و این رفتار تجار مسلمان سبب شد که کل این جزیرهایی که فعلا جزر اندونزیا که بهش میگن اینا مسلمان شوند، مالزیا مسلمان شوند، در سنگاپور ما تعداد زیاد مسلمان داریم، در فیلیپین، اینا همه به خاطر اخلاق تجار مسلمان. نه والله فضیلت شیخ علامه اونجا رفته، نه شیخ قرآن و حدیث اونجا رفته، نه جناب مولوی و مولانا اونجا رفته برای دعوت. این رفتار و کردار مسلمان ها سبب شد که این مردم مسلمان شدن و یک قطره خون هم به خاطر فتح اونجا ریخته نشده. دلهای مردم را مردم با اخلاقشان فتح کردن. و این خیلی مهم است که یک دعوتگر وقتی که از دین تمثیل می کند، وقتی از دین نمایندگی می کند، باید اخلاقش قرآن باشد، رفتارش قرآن باشد، کردارش قرآن باشد، پندارش باید قرآن باشد و این خیلی مهم است.
یعنی در رفتار تمثیل قرآن داشته باشه. دقیقاً. و کسایی که به اندونزی و مالزی رفتن ممکن فهم آنچنانی که علمای امروز مثلا دارن از دین نداشته. اصلا با آیه و حدیث مردم رو دعوت که نکردن، اونا با اخلاقشان دعوت کردن. چرا الله سبحانه و تعالی به ما میگه که ولکم فی رسول الله اسوة حسنه؟ یعنی چی؟ شما فقط این آیات و احادیثی که از پیامبر به شما رسیده ای را فقط حفظ نکنید. چه بسیارن امروز که در هر مجلس بشینی حافظ قرآن، قاری قرآن، بچهای کوچیک قرآن کامل حفظ کردن، یا حافظ بخاری و مسلم. حفظ کردن این کتاب ها با وجود اهمیتی که دارد، با وجود فضیلت و شرافتی که دارد، به همان اندازه عمل کردن به این قرآن و حدیث مهم است. وقتی که شما از دینتان به عنوان یک دعوتگر نمایندگی می کنید، باید اخلاق شما، رفتار شما، کردار شما، همه وجود شما، همه زندگی شما باید چی باشد؟ قرآنی باشد، اسلامی باشد. الله سبحانه و تعالی می فرماید که قل این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. صلاتی و نسکی رو که فهمیدیم، نماز من، عبادت های من، حج من. محیای و مماتی یعنی چی؟ زندگی و مرگ من. یعنی زندگی تو از روزی که به دنیا میایی تا روزی که از دنیا میروی و بعد از این که از دنیا میروی، همه باید برای کی باشد؟ الله، لله رب العالمین. اینجاست که اگر ما این رو در زندگی خودمان پیاده بکنیم، تنها حفظ نباشد، پیاده کردن در زندگی باشد، در آن صورت ما نیاز نیست که سر منبر بریم مردم رو بگیم قال الله تعالی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نیاز نیست. فقط با رفتار و کردار ما مردم مسلمان میشن، فقط با رفتار و کردار ما مردم هدایت میشن. حالا بعضیا فکر نکنن که قال الله و قال رسول گفتن در سر منبر مهم نیست. نه خیر، مهم است. اصلا همین قال الله و قال رسول است که ما رو میسازد، زندگی ما رو میسازد، ما رو به دین تشویق میکند، از ما یک انسان وارسته و مؤمن میسازد. اما این قال الله و قال رسول رو اگر ما در زندگی خود پیاده نکنیم، محیا و ممات ما به خاطر الله نباشد، دوستی وقتی به خاطر الله که بود زندگی ما، یعنی چی؟ دوستیت به خاطر الله است، دشمنیت به خاطر الله است، تجارتت به خاطر الله است، خوابت به خاطر الله است. یکی از دوستان گفت که شما میگید که یعنی همه کار انسان میتواند عبادت باشد، حتی تجارتش، حتی خوابیدنش. گفتم بله، تا اگر به این نیت تجارت بکنی که من از این طریق کسب حلالی، درآمد حلالی به دست بیاورم تا اولا نفقه اهل و عیال خود را با مال حلال بدهم، در جامعه خدمت بکنم، یک انسان خدمتگزار به جامعه باشم، پل بسازم، مدرسه بسازم، مسجد بسازم، بیمارستان بسازم، به مردم خدمت بکنم. این چی است؟ همین عبادت است. دین ما به ما میگه که ابتسامتک فی وجه اخیک صدقه. شما از خانه خارج بشید، تا وقتی که به محل کارتان میید شاید با 100 نفر روبرو شوید، شاید هم بیشتر، شاید هم کمتر. کافی است که شما فقط یک وقتی که اتوبوس سوار میشید، این پولی رو که مثلا به راننده میدید، کرایه میدید، با یک تبسم بدید، به مقصدم میرسی، یک صدقه در نامه اعمالت نوشته میشه. از اتوبوس پیاده میشی، با راننده خسته نباشی، خدا حافظت، الله شما رو حفظ بکنه، با تبسم، صدقه است. این دعوت است. این طرف وقتی که شما با کلمات شرعی، من مثلا میگم که ما باید در بعضی جوامعی که در معاشرت شرعی وجود ندارد، آداب معاشرت شرعی وجود ندارد، مثلا به جای صبح بخیر چرا ما سلام علیکم نگیم؟ سلام علیکم و رحمت الله. به جای مثلا بدرود یا بای یا فلان نگیم که سلام علیکم. این کلمات شرعی رو شما وقتی که در جامعه استفاده میکنی، وقتی در مقابل شما یک انسانی است که انسان ملتزم و دیندار نیست، وقتی اخلاق خوب شما رو میبیند، رفتار خوب شما رو میبیند و این کلمات شرعی رو از شما میشنود، آداب شرعی رو از شما میشنود، مستقیما اخلاق شما رو به دین ربط میدهد.
حالا این آدم دیندار بود، این دینش هست که این رو اینطوری خوش اخلاق، خوش برخورد ساخته. این به نوبه خود دعوت است. شما در اینجا نه قال الله گفتید نه قال رسول گفتید. روی بحث ای که دعوت چیست اگر مفصلا با جزئیات صحبت کنیم، چون فهمیدیم که دعوت تنها به اصطلاح به خطبه و تبلیغ و چیزایی که به اصطلاح رسمیات گفته میشه نمیشه، بلکه رفتار خود دعوتگر یا شخص مسلمان هم باید بیانگر دعوت باشه. حالا خود دعوت را اگر با تفصیل صحبت کنیم که دعوت چی میتونه باشه؟ ببینید، اگر بسیار خلاصه بگیم، دعوت سخن مناسب در مکان مناسب در زمان مناسب با روش مناسب با انسان مناسب. درست. اینو بهش میگن دعوت. میتونید دوباره تکرار بکنید؟ حالا می انسان مناسب چرا خیرش که کمی گیج کردم. ببینید تک تک بید میریم جلو. درست. سخن مناسب. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. موعظه حسنه چی است؟ سخن مناسب، روش مناسب. الله سبحانه و تعالی موسی علیه السلام و هارون علیه السلام رو پیش کی میفرسته؟ فرعون دزد، زناکار، نمیدانم فاسق، فاجر، شرابخور، از اینا گذشته بود. اینا اصلا در مقابل گناه و جرمی که فرعون داشت هیچ، اصلا حسنات حساب میشد. درست. جرم فرعون چی بود؟ میگفت انا ربکم الاعلی، من اون خدای برتر شما هستم. الان یک دعوتگر ما وقتی با یک انسان فاسق و فاجر روبرو می شود، چنان روی خود ترش میکنه عبوسا قمطری را که انه ابلیس شیطان علیه لعنه را دیده. چنان برخورد میکنه با او که انه ای از بهشت است و او از جهنم است. تو چی میدانی که فردا او توبه بکنه بهشتی بشه، فردا تو سوء خاتمه داشته باشی جهنمی شوی؟ مثل همون عالم بنی اسرائیل که در تورات هست داستانش، در حدیث ذکر میشه که گفت که چطور امکان دارد که خداوند او را ببخشد. گناهکاری رو دید، گفت چطور امکان دارد که خداوند او را ببخشد. الله متعال غضب شد بارش، گفت تو کی هستی که تو با طرف من تصمیم میگیری؟ او را به بهشت میفرستم و تو را به جهنم. چی شد؟ این طرف گرفتار فتنه شد، در امتحان ناکام شد، رفت به جهنم. اون طرف توبه کرد، رفت به بهشت. پس وقتی ما با یک انسان گناهکار، با یک انسان مثلا فاسق و فاجر روبرو میشیم، نباید سخنان درشت بگوییم، نباید با او بد اخلاقی بکنیم، نباید با او تندخویی بکنیم. دعوتگر وظیفه این نیست. الله متعال به موسی و هارون علیهم السلام چی میگه وقتی که اینا رو میفرسته پیش کسی که گفت انا ربکم الاعلی؟ یکی وقولا له قولا لینا، یعنی با نرمی با خوشرویی باش صحبت بکنید. بگید فرعون جان تو خدا نیستی، تو این حرفایی که میزنی اینا تکبر است، غرور است، پروردگار ذات دیگری است، تو به دروغ ادعا میکنی، با الفاظ خوب، با خوشرویی. اما امروز متاسفانه طرف در مسجد وارد میشه، حالا یک چیزی خلاف مستحبات رو انجام داده، خلاف نوافل رو انجام داده، یه دستشو پایین و بالا گرفته، چنان مردم با او برخورد میکنن که انه شیطان رجیم است. گفتیم مکان مناسب. مکان خیلی مهم هست. امروز مثلا شما در یک خانه نشستید، یک انسانی در اونجا ریشش تراشیده است، پاچش خیلی دراز است،
خبر شدید که والله مثلا گرفتار یک معصیتی هست، یک گناهی انجام میدهد، در مکان عام در جلوی جمعیت بگید شما فلانی صاحب، شما من شنیدم که شما فلان فلان عیب رو دارید، الله متعال میفرماید که اینطوری است، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که اینطوری است، شما بر اساس مخالفتی که با قرآن و سنت دارید شما انسان گناهکار هستید، انسان فاسق هستید، انسان فاجر هستید. آیا این اسلوب دعوت است؟ یکی طرف رو میزنه، یعنی دعوت علنی به این شکل در جمع کسی رو دعوت کردن به این شکل رسوا کردن است، دعوت کردن نیست. بعد از این مجلس تمام شد میگید برادر 1-2 دقیقه میخوام با شما صحبت بکنم، ناراحت نشید، من وظیفه من هست به عنوان یک مسلمان که این چیزا رو به شما بگم، این عملی که شما انجام دادید این شایسته یک مسلمان نیست. الله متعال این رو میفرماید، رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو میفرماید. یا در یک گروه هستید در واتساپ، امروز که مصیبت سوشال مدیا زیاد است، در کامنت های فیسبوک و توییتر و یوتیوب و غیره، یک برادری است یک حرفی زد، یک کلیپ رو گذاشت، ببینید که 100 نفر با او هجوم میکنن، تو فاسقه، تو فاجره، تو فلان فلان. طرف رو شما به جایی که هدایتش بکنین بدتر او رو بر گناه و بر معصیتی که داشت بیش از پیش مصر گردانیدی. خاص پرایوت برید، سلام برادر، این کلیپی که شما در گروه گذاشتید، این حرفی که زدید، یا حتی شما یک کسی یک چیزی رو به شما نسبت داد، میاد 100 نفر در گروه بر علیه شما صحبت میکنه، شاید هم در اون گروه شما نباشید یا فرضاً که باشید. یکی از اینایی که با حماس و با شور و اشتیاق مثلا میخوان دعوت بکنن الان دیگه قربتاً الی الله، یکیشون زحمت نمیکشه که در پی ام بره به شما پیام بده بگه که سلام برادر، این مطلبی که به شما نسبت دادن یا حرفی که شما زدید درست است؟ توضیحی در این مورد دارید؟ حتی ما حکم صادر میکنیم در مجالس، فلان فاسق است، فلان فاجر است، فلان کافر است، فلان زندیق است، فلان مشرک است، بدون اینکه تبیین بکنیم، بدون اینکه از او بپرسیم، بدون اینکه با او بشینیم. شاید هم گرفتار همین مصیبت و همین مشکلات بوده، شاید هم توبه کرده. آبروی یک مسلمان، حرمت یک مسلمان از حرمت کعبه بالاتر است. پس انتخاب مکان مناسب برای دعوت خیلی مهم است. زمان مناسب، زمان خیلی مهم است. طرف اعصابش خراب است، نیم ساعت به افطار مانده، دیگه جوش زده، اصلا میخوای که منفجر بشه، شما برید به اون بگید که برادر عزیز قال الله تعالی قال والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، برو بابا چند تا فوش دیگه هم به شما میده. پس انتخاب مکان مناسب و زمان مناسب خیلی مهم است. طرف یک مشکلی داره، من از یک افسر ترافیک در مصاحبه در یک تلویزیون بین‌المللی داشت، نصیحت میکرد راننده ها رو. مثلا میگفت کسی در شما در راه دارید میرید، از پشت سر به شما اشاره میده، بوق میزنه که راه رو ول کن یا راه بده، من میخوام رد بشم. 99% مردم اعصابشون خراب میشه، اصلا راه نمیدن. گفت این 2 حالت داره، یا این که اون طرف مریض داره، مشکل عاجلی داره، زنش یا فرزندش دچار یک مصیبتی گرفتاری شدن، میخواد زودتر خودش رو به خانه برسانه، از کارش از یک موعد مهمی که داره دیر کرده، میخواد زودتر برسه، راه بده براش، بسو بره. حالت دوم که این که یک انسان مریض است، بیمار روحی است، این داره دنبال بهانه میگرده که با یکی دعوا بکنه، داره بوق میزنه، داد و بیداد میکنه، راه بده بره. چرا؟ یا میزنه به ماشینت، یا از کنارت رد میشه، یک جوری یک چند تا فوش بهت میده، بعد تو هم متوقف میکنی، اونم متوقف میکنه ماشینشو، هم دیگر رو میزنید، دعوا میکنید، سرانجام یا به پلیس یا به بیمارستان. ببینید یک دعوتگر هم باید این چیزها رو در نظر بگیره.
گاهی اوقات تو در جایی میخوای، در یک زمانی میخوای یک حرفی رو بزنی که این زمان مناسب نیست، مکانم مکان مناسب نیست. ما در یک عروسی رفته بودیم، جدیدن موج شده بود، تا حدود حالا که الحمدلله زیاد شده این مسائل، که در عروسی ها علما می اومدن صحبت میکردن. در یک عروسی بودیم، یک سالن بزرگی 200-300 نفر نشستن. یکی از دعات علما اومد پشت میکروفون که مردم رو صحبت بکنه. حالا شما رو به خدا در مجلس عروسی ما باید چی صحبت بکنیم؟ بیم در مورد حقوق زن و شوهر صحبت بکنیم، بیم در مورد تربیت فرزندان صحبت بکنیم، بیم در مورد منکراتی که در عروسی ها وجود داره راه حل اینا رو صحبت بکنیم. خیلی مسائلی است که باید در اون مکان و زمان مناسب صحبت بشه. نه؟ میدونید این عالم دعوتگر ما در مورد چی صحبت کرد؟ عقوبت تراشیدن ریش. 70-80% کسانی که در سالن بودن همه ریششون تراشیده بود. همه بلند شدن رفتن. که کسی که ریشش تراشیده، من نمیگم این سخنها، این فضیلت ریش و سنت بودن ریش و همه اینا قبول، لکن انتخاب زمان و مکان مناسب دقت باید کرد. هر سخن جایی و هر نقطه مکانی داره. حتما عالم صاحب دیده که اینجا جایش است که همه بله دیده که 80% مردم ریش تراشیدن، گفته بیا الان در مورد ریش صحبت بکنم. این جاش نیست. تو میتوانی در خطبه جمعه صحبت بکنی که همه مردم میان. یک از صفات منافقین این است که فقط نماز جمعه میرن. نه؟ ببینید در نماز جمعه مساجد پر میشه، ساحات بیرون بود، در اونجا صحبت بکن. اون زمان و مکان مناسب است. طرف در مسجد آمده، الان آماده است به خاطر شنیدن این حرفا. نه اینکه بری در مجلس عروسی، در جایی که تو میتوانی 1000 مورد هست که در مورد صحبت بکنی، حقوق زن و شوهر، تربیت فرزندان، منکرات عروسی ها، فلان فلان فلان، مهریه و جهیزیه و نمیدونم مشکلات جوان هایی که نمیتوانن ازدواج بکنن، همه اینا رو میشه در اونجا صحبت کرد. اونجا زمان و مکان مناسب، روش مناسب. روش ما باید روش مناسب باشه. برخورد ما با یک انسان فاسق و فاجر برخورد دشمن نباشه. برخورد یک انسان کاره و انسانی که از این متنفر است نباشه. امکان می داشت که اگر الله متعال تو رو هدایت نمی کرد، تو جای او می بودی. هدایت به دست کی است؟ انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. شاید تو به جای او فاسق و فاجر می شدی. پس روش انسان باید خیلی دقت بکنه. ای رشکل. ولی بعضی از علما، مثلا بعضی از دعوتگران می بینیم که مثلا دارن نصیحت میکنن، امر معروف و نهی از منکر میکنن، بر علیه یک عالمی یا یک دعوتگری صحبت میکنن. قال الله میگی علی عینی و راسی، قبول کردم. قال رسول الله میگی قبول کردم. اشتباهات علمی بیان میکنی قبول کردم. نقد علمی میکنی قبول کردم. اما وقتی که می رو شخصیت او، رو چهره او، رو لباس او، چی آدمی است که نمیدونم شلوارش اینطوری است، ریشش اینطوری است، سرش اینطوری است، گردنش اینطوری است، قد و قوارش رو ببین، یا تو هم مثلا فلان شدی، این روش مناسب نیست. تو اگر منکری در سر و وضع اون میبینی، برو در تلفنش، در واتساپش، در کامنتی، در جای خاص براش بنویس. اگر قبول نکرد، اگر رد کرد، بعد از اون تو میتونی این چیزها رو نقد بکنی. و این اولویت یک دعوتگر نیست که نقد شخصیت بکنه، نقد لباس بکنه، نقد ریش بکنه. یک وقتی من صحبت کرده بودم، گفتم این کسانی که میروند در افغانستان در مساجد، پایشان به مساجد رسید، شروع میکنن به دعوت مردم به رفع الیدین و آمین به جهر. گفتم اینا فتنه انگیزن. عده‌ای از مردم اعتراض کردن، گفتم ببین انصاری آمده گفته سنت پیامبر فتنه است، در حالی که اگر اون کلیپ رو دوستان کامل بشنون، من چی گفتم؟ تو میری در کشوری که، در شهری که
در اونجا مردم قبر رو طواف میکنن. کدام ولایت ما هست که زیارت نداره؟ قبری که بر دوره و طواف میکنن مردم نداره؟ فکر نمی کنم باشه. همه جا هست. یک بتخانه که در سخیجان که معروف است، بتخانه کل مردم افغانستان. یک تا نیست، متعدد است، یعنی خیلی زیاد است در یک ولایت. تو الان به عنوان یک دعوتگری که تازه از دانشگاه اسلامی فارغ شدی، دین رو فهمیدی، اولویت برای تو رفع الیدین و آمین به جهر است که به وسیله همین کار تو را جامعه طرد میکنن، مهر وهابی هم به پیشانیت میزنن، یا دعوت مردم به توحید. رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مردم رو به چی دعوت کرد؟ توحید. 13 سال، یعنی 10 سال در مدینه، که 10 سال مدینه هم اگر که تقسیمش بکنیم 5 سالش دعوت توحید بوده، 5 سالش شاید حکومت داری و مسائل اجتماعی و معاملات اینا بوده. اکثر عبادات مهم در مدینه فرض شد. حتی نکاح متعه مثلا، انواع نکاحی که گوشت الاغ مثلا در کدام سال حرام شد؟ در فتح خیبر سال 8 هجری. چرا اینا رو در فتح مکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوران مکی چرا اینا رو ممنوع نکردن؟ چون جامعه هنوز نیاز به این بود که عقیدش درست بشه، توحید در جامعه نهادینه شود. اکثر آیات مکی رو شما ببینید در مورد چی است؟ توحید است. توحید، نشانه‌های قدرت، دوری از شرک، علامات عقول مردم رو، افکار مردم رو مورد خطاب قرار دادن، یگانگی الله سبحانه و تعالی رو ثابت کردن. اکثر آیات مکی این است. به طرف آیات مدنی میریم بیشتر چی هست؟ عبادات هست، معاملات هست. معاملات هست، عبادات هست. پس انسان باید این رو در نظر بگیرد که روش خیلی مهم هست. اصل دعوت یعنی مبتنی بر عقیده باشه. اول عقیده رو باید نشانه بگیریم. دقیقاً، یعنی طرف اونجا شرک می‌ورزد، استغاثه به غیر الله می‌کند. اگر این طرف، من یک سوال از شما بپرسم، الان فکر کنید شما شیخ و من مجری. یک انسانی نماز خواند، روزه گرفت، حج انجام داد، زکات هم داد، صدقات هم داد، 5 وقت نمازش هم در مساجد خواند، ریش هم 1 متر گذاشت، اما من به سرش بود، کل عبادات دین رو انجام داد، اما به الله متعال شرک آورد، به قبری طواف کرد، از صاحب قبر استغاثه کرد. آیا همه این عبادات به دردش میخورد؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. شرک بخشیده نمیشه. دعوتگر ما رفته شرک رو رها کرده، عقیده رو رها کرده، توحید رو رها کرده، گنبد و بارگاه ها و عبادتگاه هایی که مردم ساختن بر سر قبرها رو رها کرده، چسبیده به چی؟ ظواهر. آمین به جهر چرا نگفتید؟ سنت رفع الیدین رو ترک کردید. آیا پیامبر می بود با این دعوتگر چگونه معامله میکرد؟ چنان سیلی به زیر گوشش میزد تا که همون چیزایی که یاد گرفته بود فراموش بکنه. تو برو اول مردم رو، میگن یکی از علما 1 سال کامل شاگردانش رو تربیت کرد، به اینا درس عقیده میداد و فلان میداد. یک روزی آمد سر صنف گفت که دیروز در ده فلانی کسی آمده است یک مرغی را، خروسی رو به خاطر غیر الله ذبح کرده است. شاگردان گفتن عجب عجب. هیچ عکس العملی نشان ندادن شاگرداش. یک لحظه، پس از صفر شروع میکنیم. شمایی که در مقابل یک شرک هیچ عکس العملی از خودتان نشان ندادید،
معنیش این است که شما عقیده رو نفهمیدید، توحید رو نفهمیدید. میگیم طرف به غیر الله قربانی کرده، شما هیچ همینطور راحت نشستی عکس العمل نشان نمیدید. پس روش مناسب این است که انسان مشکل جامعه رو ریشه یابی بکنه. سبب وجود این مشکلات در جامعه چیست؟ اکثرا احزاب ما، گروه های ما، تنظیم های اسلامی، سازمان های اسلامی چرا شکست میخورن؟ چرا آخر یک رهبر میماند تک و تنها شروع میکند به یاوه‌گویی، همه اتباع خودش رو همه را از دست میداد؟ در اولین امتحان همه شاریدن، لخشیدن، رفتن، هیچ کس نماند اطرافش. چرا؟ چون این رهبر، این حزب، این گروه، این مؤسسه، این مدرسه عقیده سازی نکردن، مردم رو بر اساس عقیده توحید تربیت نکردن. به خاطر همین در اولین امتحان عقیده همه رفتن. دلار آمد، همه خداپرستی رو رها کردن، دلار پرستی رو شروع کردن. چرا؟ مجاهد دیروزی که خون داد، جان داد، رفت در کنار دشمنان اسلام ایستاد، به خاطری که عقیده رو نمیفهمید. و رکن اساسی عقیده چی است؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی ولا و برا. امروز چند درصد از جامعه ما، از احزاب ما، از علمای ما، از دعوتگران ما ولا و برا رو میفهمن؟ برای جامعه بیان میکنن؟ صحابه رسول صلی الله علیه و سلم اسیر میشه، انواع شکنجه ها رو میبینه، انواع اذیت و آزار رو میبینه، اما حاضر نمیشه که یک کلمه بر علیه الله و رسول صحبت بکنه یا از دینش برگرده. بلال در بیابانهای داغ و سوزان مکه سنگ بزرگی رو بر روی سینه‌اش میگذارن، میگه احد احد، چون بلال توحید رو فهمیده. و عالم ما، شیخ الحدیث ما، در کنار نیروهای ناتو وای میسته و از حکومت دست نشانده آمریکایی تعریف و تمجید میکنه و با رئیس جمهور دست نشانده آمریکا میه بیعت میکنه، چون که این شیخ الحدیث ما چی است؟ ولا و برا رو تا هنوز خودش نفهمیده، چه برسه که به مردم تبلیغ بکنه. اصلا معنی لا اله الا الله رو نفهمیده. لا اله الا الله دو قسمت داره، یکی کفر ورزیدن به همه معبودان غیر الله، ایمان آوردن به الله واحد الاحد الفرد الصمد. اگر ما عقیده رو در جامعه با روش خوب پیاده بکنیم، بقیه امور سهل است. درست. کسی که عقیده درست داشته باشه، نماز خواندن، روزه گرفتن، حج کردن، بقیه عبادت‌ها، زود میشه او رو به طرفش دعوت کرد. به خاطر همین ترکیز الله سبحانه و تعالی بالای چی است؟ توحید است. ترکیز رسول الله، اولی شعار رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در مکه هم در مدینه چی بود؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این خیلی مهم است. ببینید الله سبحانه و تعالی وقتی که میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، یک هدفی رو در اینجا برای ما بیان میکند. هدف یک دعوتگر، هدف یک کسی که به راه دین دعوت میکنه، باید هدایت مردم باشه. هدایت مردم، نه چیز دیگر. اگر که هدف هدایت باشه، انسان فی سبیل الله هست. اگر هدف غیر از هدایت چیزهای دیگر باشد، شهرت باشد، تعریف و تمجید باشد، چون در هر عملی میدانیم که اخلاص شرط است، نیت شرط است، و کسی که بیشترین نیاز به اخلاص رو در زندگی خود داره دعوتگر است. به خاطر این الله میفرماید که ادعو الی سبیل ربک، به راه الله مردم رو دعوت بکن. با چی؟ با حکمت. حکمت چی است؟ سخن مناسب، مکان مناسب، زمان مناسب، روش مناسب، انسان مناسب. حالا روی انسان مناسب اگر صحبت کنیم، چون مسائل دیگری است که باید روی از اون موضوعات هم صحبت شد. یعنی شخص مناسب، شما
در خلال صحبت ها اشاره کردین که با شخص مناسب. حالا شخص مناسب منظورتان مخاطب بود یا خود شخص دعوتگر؟ ببینید با بیشتر منظور من مخاطب است. درست. به طور مثال شما می روید می خواهید که با یک شخصی که مشهور به فسق و فجور و انواع منکرات است، میرید او رو مثلا میخواهید در تلویزیونش دعوت بکنید به سوی اسلام، به سوی دین. آیا این انسان مناسب است که شما میخواهید با او رو دعوت بکنید، اونم علنی در تلویزیونش؟ به نظر من این کار ما سبب میشه که ما برای این شخص تبلیغ بکنیم، این شخص رو مشهور بکنیم در جامعه. این یک نمونه. نمونه دیگر این است که در یک مجلس نشستید یا در یک جای نشستید، یک انسانی است که عناد دارد، عنید است. آیا دعوت کردن او در این مجلس و در این مکان به مسئله معینی به نفع دعوت است یا به ضرر دعوت است؟ انسان عنید به شما فحش میده، برخورد تند میکنه به دینت، به خدا، به پیغمبر، مردم رو اصلا از دین متنفر میکنه. این رو یک دعوتگر خودش میتونه تشخیص بده که چه انسانی مناسب است که در زمان و مکان و با روش مناسب او رو ما چیکار بکنیم؟ به دین دعوتش بکنیم. میبینید یک انسانی است که ضررش خاص برای خودش است، شخص خودش، معروف نیست، مشهور نیست، مردم رو اصلا نمیشناسن. شما به عنوان یک دعوتگر میایید چیکار میکنید؟ این رو علنا در موردش صحبت میکنید. یک نمونه هم برای شما بگم، مانند سلمان رشدی. مانند سلمان رشدی هزاران کتاب نوشته شد بر علیه اسلام، ذکرش هست؟ کسی میشناسه؟ شما چند تا شد به یاد دارید؟ اما کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی رو همه ما میدانیم، همه بشر میدانن. میلیون ها نسخه از این کتاب چاپ شد، توزیع شد، به زبانهای مختلف ترجمه شد. سببش چی بود میدانید؟ که یک انسان احمق آمد بر علیه این صحبت کرد و حکم کفر و ارتداد و قتلش رو صادر کرد. آیا انسان مناسبی بود که تو امین دعوت رو بکنی در این وقت؟ آمدی این رو مشهور کردی؟ کل استخبارات جهان غرب و دشمنان اسلام آمدن در پشت سرش وایستادن، حمایتش کردن. طرف میلیاردر شد در وقتی که هیچی نبود، یک معلم عادی بود، کتابی نوشت. مثل او هزاران کتاب نوشته شده. این کتاب هم پر از خزعبلات است، پر از دروغ است، افترا است. اما یک انسان احمق آمد این رو بزرگش کرد، حکم کفرش رو صادر کرد، ارتدادش رو صادر کرد، قتلش رو صادر کرد. چی شد؟ کتابش میلیون ها نسخه چاپ شد، به ده ها زبان زنده دنیا ترجمه شد، در هر زبانم میلیون ها نسخه به فروش رسید. چون مردم اومدن گفتن ببینیم این کی است که حکم قتلش صادر شد و چیز شد. چون اون شخص در اون زمان یک اهداف سیاسی خاص خودش رو داشت، آمد این طرف رو بزرگ کرد. آیا این انسان مناسب بود؟ نبود. فکر نمی‌کنین که دعوت از مجرای مخفی اگر انجام شود، مثلا اگر نیت دعوتگر خالص باشه، طرفی که منکر مرتکب شده، یعنی به شکلی اگر هدفش هدایت و اصلاح خود از شخص باشه، از دیگه مجرا جدا از اینکه از مجرای علنی بیای او را اصلاح بکنه. شرط اول این است هر منکری رو ما اگر که دیدیم از یک شخصی که منتسب به اسلام است، حتی اگر کافرم باشد، ما هر دوش رو توضیح میدیم، شخصی منتسب به اسلام است، یک منکری دارد، شما میرید پنهانی نصیحتش میکنید. اصل امر معروف و دعوت پنهانی است، نصیحتش میکنید.
اما اگر این منکر عام بود شما نصیحتش میکنید، اگر برگشت توبه کرد خوب، برنگشت بر شما واجب است که علنا جواب بدهید. مثلا شخصی کتابی نوشته، محدود در بین دوستان و طرفدارانش این کتاب چاپ شد، افکار پوچ و بی‌معنی خودش رو در کتاب‌هاش نشر کرد. ما بیایم این رو در سوشال میدیا بزرگش بکنیم. یعنی چی؟ کاری کردیم که مردم رو تشویق کردیم برید کتابی رو بخونید. کتاب نوشته، تو هم کتابی بر علیش بنویس، در همون محدوده‌ای که کتابش نشر شده نشر بکن. اما این طرف آمد در سوشال میدیا همین افکار خودش رو نشر کرد. بر تو واجب است در سوشال میدیا جوابشو بدی، در تلویزیون، در رادیو جوابشو بدی. چرا؟ چون این پا از اون محدوده خودش فراتر گذاشت، تو هم در محدوده فراتر از او چیکار میکنی؟ پاسخش رو میدی. چون کتابی که نوشته در یک شهری، در یک کشوری چاپ شده، پخش شده در بین مردم، شما آمدی این رو در میدیای بین المللی نشر کردی، یعنی در حقیقت دعوت کردی مردم رو که برید کتابی رو بخونید. از اینایی که حرف شما رو بعضیا عناد دارن، از قیافه شما، از دعوت شما، از روش شما خوششون نمیاد، میگه پس هر چی که این گفت من میرم خلافش رو انجام میدم. چون بعضی از مذاهب هستن میگه که خالف العامه فإن فیه الرشاد، با عموم مسلمانان مخالفت بکنید که راهیاب شوید. بعضی اینطوری هستن، از شما خوششون نمیاد میرن کسانی که با شما دشمن هستن خودشان رو در آغوش او میاندازن و این اشتباه است. ما این رو باید در نظر بگیریم. یک نکته جالبی میخوام به شما بگم. دعوتگر مثل یک ستاره است. شاید بگید چه ارتباطی از بین ستاره و بین دعوتگر؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، یا در آیه دیگری میفرماید که ان زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب. الله سبحانه و تعالی این ستاره ها رو زینت قرار داده در چی؟ در آسمان. و در دنیا و در زمین دعوتگران مانند ستاره ها هستند در بین مردم، زینت جامعه هستند. در یک مجلسی وارد میشید، در یک گروهی وارد میشید، حتی در خانواده مثلا فرزندی که صالح باشد، دعوتگر باشد، عالم دین باشد، مانند یک ستاره است. علما و دعوتگران مانند ستاره هستند. همانطوری که الله سبحانه و تعالی آسمان را با ستاره ها زینت بخشیده است، زمین و بشر با دعوتگران و با علما زینت یافتند. صفت دیگر ستاره ها چی است در قرآن کریم؟ الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، و می‌فرماید ان زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب. در ادامه چی می‌فرماید؟ و جعلناها رجوما للشیاطین. این ستاره همونطوری که زینت آسمان ها هستند، وظیفه دیگرشان چی است؟ شیطانا رو میزنند. قدرت الله سبحانه و تعالی. شاید امروز بعضیا با علم امروزی شاید این رو قبول نکنن، یا این کار چطور امکان دارد، اما امکان دارد. این قدرت الله سبحانه و تعالی. شیاطین رو الله سبحانه و تعالی با چی طرد میکند از ابواب السما؟ با ستاره ها. و جعلناها رجوما للشیاطین. شیاطین انس رو الله سبحانه و تعالی با چی طرد میکنه در جوامع بشری؟ با علما دعوتگر. با علما و دعوتگر. شما ببینید در یک مجلسی که یک عالمی، یک دعوتگری نشسته باشه، همون انسان‌هایی که در غیاب این عالم و دعوتگر لاف میزدن و حرف میزدن و فسق و فجور و فحش و راسزا، تا یک عالم و دعوتگری در یک مجلس وارد میشود همه ساکت میشن. حتی همون فاسق و فاجر یک احترامی داره. احترام داره. پس همانطوری که ستاره ها برای طرد شیاطین در آسمان هستند، الله سبحانه و تعالی دعوتگران را و علما را طرد کننده و نابود کننده شیاطین انس قرار داده است
که به وسیله دلیل، به وسیله برهان، به وسیله علم، به وسیله گفتار و کردار و رفتارشان شیاطین انس را از جامعه بشری چیکار میکنن؟ طرد میکنن. یک از صفاتهای دیگر ستاره رو شما بگید، غیر از زینت، غیر از طرد کننده شیطان. و حفظا من کل شیطان مارد اگر باشد. غیر از این. و علامات و بالنجم هم یهتدون. علامات و بالنجم هم یهتدون. ستاره ها وسیله هدایت بشر در راه ها هستند. روشنی میدن. این ستاره ها راه رو روشن میکنن. در قدیم که این گوگل مپ نبود و این اپلیکیشن ها نبود و اینا نبود، مردم راه ها رو چطور پیدا میکردن؟ به وسیله ستاره ها. اینطوری بود یا نه؟ یعنی علم نجوم داشت تقریبا. همه بشر عموما راه ها رو، مثلا از افغانستان بلند میشد میره عربستان، این قافله در شب چگونه راه رو پیدا میکردن؟ توسط ستاره ها. و علامات و بالنجم هم یهتدون. هدایت راه ها و اماکن بشر در دنیا توسط چی بود؟ هنوزم هست، توسط ستاره ها بود. حتی امروز ما مکان زمین رو، مکان منظومه شمسی رو با همین ستاره ها تشخیص میدهیم. ما در کجا هستیم، در کجای کهکشان هستیم. همین ستاره هاست که مصدر همه نظام شمسی است. آفتاب یک ستاره است، خورشید یک ستاره است. وظیفه یک دعوتگر در دنیا چی است؟ هدایت است. هدایت بشر. دقیقاً همان وظیفه‌ای که ستاره دارد. ستاره ها هدایتگر بشر به راه‌های درست هستند از نگاه جغرافی، و دعوتگران مانند ستاره هایی هستند که انسان ها را و بشر را به راه راست، به راه درست، به راه توحید، به راه قرآن، به راه سنت هدایت میکنند. جالب بود برای شما تشابه بین دعوتگر و بین ستاره ها. جناب استاد بسیار ببخشید، اگر صحبت میدانم که صحبت اینجا ممکن مانده باشه، یک موضوع خیلی مهم است که خیلی مردم هم در ذهنشان سوال میگرده که آیا ما دعوت خاص و دعوت عام داریم؟ موضوع دومی که امروز که ما میبینیم، خصوصا چقدری که من در ذهنم میآید و در خاطر دارم، تا مفهوم دعوت میشنوم فکر میکنم دعوت در جامعه خود اسلامی، در جامعه که مسلمان هستند، جامعه اسلامی است، دعوت میتونه مفهوم داشته باشه. چون در سابق ما که میدیدیم دعوت در تاریخی بخوانیم، دعوت مختص کفار بود برین فتح کنین یا دعوت کنین کافرها را به اسلام مشرف کنین. بله. اما فعلا میبینیم که یک قسم مفهوم دعوت خلاصه شده به داخل خود جامعه اسلامی، بیش از اینکه دعوت خارجی ها باشه، به اصطلاح کسایی که خارج از جامعه اسلامی هستند. در این دو مورد اگر شما توضیح بدید. اولا ببینید، دعوت وظیفه یک گروه و شخص معین نیست. درست. وظیفه همه امت است. دین ما دین جهانی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها برای یک فئه کوچکی، برای یک گروهی، برای یک قوم فرستاده نشدن، برای همه بشر فرستاده شد. و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. یعنی چی؟ همه عالم زمین و همه عالم جن. جنها آمدن به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن. در سوره جن الله سبحانه و تعالی به این مطلب اشاره میکنه که میگه گروهی از جنها آمدن و در وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از طایف برمیگشتن، در یک منطقه قرآن رو شنیدن و این سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد. وقتی جنهایی که یعنی جدا از بشر یک طایفه دیگر هستند، اونها مسلمان شدن، ایمان آوردن.
و دعوت پیامبر رو اجابت کردن. همه بشر مخاطب دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن. اصلا ما همیشه میگیم که ما بهترین امت هستیم. این بهترین امت بودن ما به خاطر چی است؟ به خاطری که زیباتر هستیم از بقیه امتها؟ به خاطری که قد و قیافه بزرگتر و درشتر داریم؟ به خاطر زبان ما، به خاطر نژاد ما، به خاطر کشور ما، به خاطر اینکه ما نام ما رو مسلمان ماندیم؟ هیچ کدام اینها نیست که ما به خاطرش بهترین امت شدیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس، برای چی؟ تأمرون بالمعروف، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. یعنی امر به معروف و نهی از منکر را اگر انجام دادی بهترین امت هستی. شاید یک الان بینندگان بگه که جناب شیخ، جناب استاد، ما نمیفهمیم از قرآن، از چیز هیچی نمیفهمیم، یعنی ما همینجا جلوی تلویزیون میشینیم گوش میکنیم از علما، از دعوتگران. اون مشکل رسول الله صلی الله علیه وسلم حل کردن. بلغوا انی ولو آیه، از من به مردم ابلاغ بکنید، یعنی مردم رو دعوت بکنید ولو با یک آیه. کی هست امروز که یک سوره بلد نباشه؟ اگر یک سوره حمد رو بلد نباشه که دیگه اصلا نامش مسلمان نیست. کسی سوره حمد رو بلد نباشه اصلا دعوتگر نیست، اصلا ایمان نیاورده. چون که سوره حمد رو شما اگر در نماز نخوانی نمازت قبول نیست، نمازت قبول نشد بقیه عباداتت هم قبول نیست. کیست که سوره حمد رو بلد نباشه؟ در همین سوره حمد چقدر دعوت است. یک نفری شرک می‌ورزه، بگو برادر عزیز، تو الان آمدی پیشی قبر، میگه ای علی شیر خدا به دادم برس، یا فاطمه زهرا به دادم برس، یا شیخ عبدالقادر جیلانی، یا فلان. برادر، ما تو که در هر نماز میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی داریم یک تعهد میدیم به الله سبحانه و تعالی که ای پروردگار من، تنها تو را میپرستم. تا اینجا که مشکلی نداریم، اما مشکل در جای دیگه است، آیه بعدی است. و ایاک نستعین، تنها از تو یاری و مدد میجوییم. چطور میای تو از قبر یاری و مدد میجویی؟ عبادت برای خدا، مدد از کسی دیگر که نشد. تو در هر نماز خود، در هر رکعتش این تعهد رو میدی. مثلی که امروز شما یک تعهدی، یک قراردادی رو با یک جهتی امضا میکنی، میبری تصدیق میکنی، شما به هر بند این قرارداد ملزم هستی. اگر تخلف کردی چیکار میکنن؟ شما رو به دادگاه میکشانن. پس ما این تعهد رو در هر رکعت نماز با الله متعال میبندیم. ای پروردگار رحمان و رحیم من، ای مالک روز جزا، ای مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله من فقط تو را عبادت میکنم، یا الله من فقط از تو میخواهم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم یا علی. چی شدی تعهد؟ اگر در دنیا انسان عهد و پیمان خودش رو، عقد و قراردادی که با کسی کرده بشکنه، چی میشه؟ زندان میشه، مجازات میشه، محکمه میکشانن، هزار یک دادگاهی میکنن. چرا؟ تو عهدت رو شکستی. تو در هر رکعت با الله خود یک عهد و پیمان میبندی که ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد از اون میری یا پیر یا فلان یا علی یا حسن یا حسین یا مهدی یا فلان. این شرک نیست؟ تو با دو کلمه، با 4 تا کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین، با 4 کلمه قرآن میتوانی، یک آیه است، نه؟ میتوانی مردم رو بری دعوت به توحید بکنی. هدف رسول الله صلی الله علیه و سلم این است. یعنی این نیست که تو حتما حافظ قرآن باشی. خوب است حافظ قرآن باشی. شرط این نیست که تو حتما حافظ بخاری و مسلم و ریاض الصالحین و 40 نووی باشی. خوب است اینا رو یاد داشته باشی، اما وظیفه‌ای که رسول الله بر دوش تو گذاشته این است که بلغوا انی ولو آیه، یک آیه هم که شده از من ابلاغ بکنید به مردم. الحمدلله رب العالمین، همین آیه رو ما اگر بشینیم در مورد همین یک آیه
10 برنامه 2 ساعت صحبت بکنیم، آیا هنوزم تمام میشه؟ نمیشه. الحمدلله رب العالمین، دروس و عبر و احکامی که در این یک آیه هست، اگر 10 تا برنامه 2 ساعته بریم تمام نمیشه. مفسرین ببینید در این مورد صفحات نوشتن. پس همه ما دعوتگر هستیم و همه بشر مخاطب ما هستند، چون پیامبر ما پیامبر بین المللی است، برای همه بشر فرستاده شده و ما هم دعوت ما نه تنها که موجه به یا مخاطب به مسلمان هاست، بلکه مخاطب به غیر مسلمان هست. هر کس به اندازه استطاعتش. اگر کسی استطاعت این رو دارد، اصلا یکی از اجازه هایی که پیامبر داده است برای سفر به دیار کفر چی است؟ دعوت است. برای علاج است، برای تحصیل است و برای دعوت است. شما برای دعوت میتوانی به دیار کفر بری، اونها رو دعوت بکنی. امروز کسی که زبانهای خارجی بلد است و در سوشال میدیا، در اینترنت دعوت به سوی الله نمیکنه، باور کنید در روز قیامت الله سبحانه و تعالی در پیشگاهش این رو میارن، یعنی همون کفار شکایت میکنن از اینایی که زبان بلدن دعوت نمیکنن، زبان بلدن اسلام رو نشر نمیکنن، یعنی وقفوهم انهم مسئولون. سبب کفر ما، سبب شرک ما، سبب گمراهی ما همینایی هستن که دین رو بلد بودن، زبان بلد بودن، اینترنت داشتن، موبایل دستشون بود، 24 ساعت اینترنت وای فای بود، اینترنت موبایل بود، فیسبوک بود، توییتر بود، یوتیوب بود، همه این کلاب هاوس غیره بود. اینا یک روز نیامدن یک مقاله دعوت به اسلام رو اینا نشر بکنن. وقفوهم انهم مسئولون. اینا رو همینجا نگرشان دارید که اینها مسئول هستن. مسئولیت همه ماست. در ببینید الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ قو کی انفسکم. اول خودت رو باید اصلاح بکنی، بعد از اون اهلیکم. قو انفسکم و اهلیکم. اهل شما کیا هستن؟ همسر، فرزند، خواهر، برادر، کاکا، ماما، دایی، عمو، قوم و خویش. همینطور بزرگ شده میره. اهل یک به اصطلاح معنی محدود نداره که فقط اهل بیت باشه. اهل شهرتان، اهل وطنتان، امت اسلامی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. و در ادامه حدیث توضیح میدن هر کدام شما مانند یک چوپان هستید. یعنی چی؟ مسئول هستید. و مسئول کی هستید؟ مسئول زیر دستان خود. زن در خانه مسئول است، مرد در خانه مسئول است، عالم مسئول است، دعوتگر مسئول است، پادشاه مسئول است، حاکم مسئول است. همه اینا مسئوله. امروز در یک جامعه‌ای که فسق باشه، فجور باشه، شما فکر میکنید فقط هم فساق و فجار در روز قیامت پاسخ میدن؟ عالم و دعوتگر پاسخ نمیده؟ عالمی که امروز ساکت مینشینه، سکوت میکنه، از ترس جان، از ترس نمیدونم منصب، از ترس پول سکوت میکنه، فکر میکنید که اینها در پیشگاه الله سبحانه و تعالی همینطور به خاطر علمشون میگن که بفرمایید برید وارد جنت؟ از چی میترسن؟ الله سبحانه و تعالی چی میفرماید؟ الذين يبلغون رسالات الله. بعد از اون چی میگه؟ و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. ولا یخشون احدا الا الله. غیر از الله از هیچ کس نترس. والله من فلان حرف رو بیزنم منو ترور میکنن. الله چی میگه؟ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة. در مورد اجل چی میگه الله سبحانه و تعالی؟ اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اجلت که آمد پس و پیش نمیشه. طرف از زلزله فرار کرده بود، در یک شهر دیگه رفته بود، در اونجا تصادف کرد مرد. طرف از جنگ فرار کرده بود، به کشور دیگه رفته بود، اونجا سرطان گرفت مرد. اجل که آمد در وقت معین، ساعت معین، دقیقه معین، ثانیه معین پس و پیشه. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. ساعت پس و پیش نمیشه. در یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة یعنی چی؟
یعنی شما رو ببرن در یک برجی که 4 طرف محاصره بکنن، شیشه بگیرن، فولاد بگیرن، هر کاری که بکنن، مرگت که آمد همونجا سراغت میاد، همونجا میمیری. پس ترس برای چی؟ الله میگه کسانی که رسالات الله را، یعنی پیام الهی را، یعنی قرآن و سنت را میرسانن، از کی میترسن؟ از الله. از الله میترسن. غیر از الله از کسی دیگری نمیترسن. اگر ما این عقیده، ببین این باز دوباره برمیگردیم به عقیده. اگر ما این کسی که میگه من از مرگ میترسم که این سخن را نمیگویم، از مرگ میترسم که این دعوت را انجام نمیدهم، این عقیدش مشکل داره. این باید ایمان خودش رو دوباره تجدید بکنه. باید بره دوباره عقیده رو دوباره اصلا برای خودش تدریس بکنه، اصلا قرآن رو اصلا یک بار دیگه خودش بخونه. من یادم میاد وقتی که تازه ما شروع کرده بودیم، هنوز رادیو و تلویزیون این چیزا نبود، تو با نوار و با کست این چیزا، علما می اومدن شما دارید این کارا رو میکنید، اونجا دولت ها هستن، اونا بر علیه شما رو میکشن، ترور میکنن، جوان هستید نکنید این کارا رو. حکایت 25 سال قبل، 25 سال گذشت، اونها مردن و ما زنده ایم و این دعوت هنوز هم ادامه دارد، چون مرگ و زندگی ما لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. جناب استاد، چون همین مجالش هست میخواستم این پرسش از شما داشته باشم. خودتانم شاهد صحنه هستین. متاسفانه چند مدتی شده که در اواخر من نام یزیر ماندم، واضح بگویم دیگه، ملا جنگی نامش ماندیم. یک عالم بزرگوار میخوره با ابا عقبا ماشاءالله محترم سر منبر یک صحبت میکنه. طبیعتا بعد از رسول الله، غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم سایر انبیا دیگه کس معصوم نیست. ممکن لغزش اساسی داشته باشه که یا عقیده‌اش باشه یا باورش باشه که به اون فکر میکنه، یا ای که یک لغزش لفظی باشه از پیش، چیزای جزئی و کوچک. حالا وقتی که یک عالم، یک بزرگواری صحبت میکنه، طرف دیگر فوراً در کمین نشسته هجوم را از طرف شروع میکنه. فکر نمیکنین که این به شکلی از اشکال آب انداختن در آسیاب دشمن است؟ ببینید در اینجا باید هر دو طرف رو ما نصیحت بکنیم. البته نصیحت نه، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تذکیر، عنوان یک برادر کوچک. عالم عزیز، دعوتگر عزیز، ملای محترم، کسی که امروز رسانه در اختیار داری، صفحه در سوشال میدیا داری، وقتی که بلند میشی یک حرفی رو میزنی، اول برو مطالعه بکن. درست. امروز الباحث الحدیثی، انشاءالله بتونید اینو زیرنویس بکنید، یک برنامه ای هست، حدیث رو یک کلمه‌شو بنویس، مثلا بنویس اتق الله. در همه احادیثی که کلمه اتق الله آمده باشه برای تو به ترتیب میاره. پایینش هم نوشته است این حدیث صحیح است، ضعیف است، موضوع است، مکذوب است، حسن است. بعد روی هر راویش کلیک بکنی، این راوی رو میاره که این راوی درجهش چی است در پیش رجال جرح و تعدیل، همه تفاصیل رو برات میاره. پایینش نوشته شرح حدیث، شرحش رو بزن، شرح حدیث رو از کتب شروع حدیث میاره. انسانی که میخواد دعوت بکنه، عالمی که میخواد در ملأ عام صحبت بکنه، باید بره مطالعه بکنه از آنچه که میگویی. من چرا در شروع صحبت هم گفتم خطرناکترین انسان کی است؟ دعوتگر. تو که میری یک حرفی رو از هوا میزنی، ما وقتی که میایم حرف دین رو اگر میزنیم، این خیلی خطرناک است. الان شما تصور بکنید یک دکتر متخصص گوش و گلو و بینی بیاد در یک رادیو یا تلویزیونی در مورد جراحی قلب صحبت بکند. آیا حکومت ها، مردم، دکترای قلب بر علیه او دعوا باز میکنن در دادگاه یا نه؟ طبیعی. تو چه کار هستی؟ تو متخصص گوش و گلو هستی، تو چرا در مورد قلب صحبت میکنی؟ آیا یک متخصص استخوان رو اجازه میدن که در اتاق جراحی یا عملیات قلب وارد شود؟ اینم دکتر است، اونم دکتر است. اجازه میدن؟ نمیدن. این جراح استخوان است، او جراح قلب است.
هر دو اینا دکترن، هر دو اینا دکترا دارن، اما این دکتر استخوان است، این دکتر ما در دنیا در همه تخصصات این رو احترام میگذاریم. بله. هیچ وقت به یک مهندس نمیگیم بیا فشار خون منو چک کن، هیچ وقت به یک دکتر نمیگیم بیا برای ما ساختمان بساز. تخصصات رو در امور زندگی ما با تمام و کمالش احترام میگذاریم. امور دین که آمد همه میشن متخصص دین. به نظر من اینطور، به نظر من اونطور. حدیث ذکر میکنه، هر دیوارم یک حدیثی رو دید. من چند روز پیش یه مدرسه رفتم، یک حدیثی رو دیدم، حدیث ضعیف، دروغ مکذوب به رسول الله صلی الله علیه و سلم. رفتم پیش مدیر مدرسه گفتم این حدیث مکذوب است، چرا اینو نوشتید اینجا؟ تجاوب کرد، خیلی با اخلاق خوب بهش گفتم. تجاوب کرد، گفت برش می‌داریم و برداشتن اون حدیث رو. گفتم این حدیث تهمت است به پیامبر. من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده فی النار. یعنی امور دین از امور دکتر و مهندس و مثال هایی که دادم خیلی مهمتر است. تو نهایتش که یک دکتری بیاد یک اشتباه طبی انجام بده، شاید طرف رو فلج بکنه، یک مشکل صحی براش ایجاد بکنه. تو که میایی در مورد دین صحبت میکنی، معلومات غلط و اشتباه به مردم میدی، سبب میشه که طرف بره جهنم به خاطر پیروی از تو. پس وقتی که می صحبت میکنی در رادیوها، در تلویزیونها، در منابر، برو تحقیق بکن، بنویس، مطلبی رو که میخوای اعداد بکن. شرم نیست، حیا نیست. انسان اشتباه میکنه گاهی اوقات. آیات رو از تفاسیر بیار، مطالعه بکن. وقتی میخوای یک آیه رو تفسیر بکنی، وقتی به تفاسیر نگاه میکنی، به یک تفسیر اکتفا نکن. ما تفاسیری داریم که جز تفاسیر اهل سنت محسوب میشود. در کتابخانه تفاسیر اهل سنت هست، اما نویسندش زیدی است، شیعه زیدی است. چرا ما تفسیر استفاده میکنیم پس؟ تفسیر رو به خاطر ادبیات عربش استفاده میکنیم، به خاطر ریشه یابی لغاتش استفاده میکنیم. تفسیر دیگری داریم، یک مورخی این تفسیر رو نوشته، به خاطر تفاصیل تاریخی یک حدیث، یک مسئله‌ای که وجود دارد مطالعه میکنیم. وقتی که تفسیر رو مطالعه میکنی، به یک تفسیر اکتفا نکن، برو مطالعه بکن تفاسیر مختلف رو، تا که خدای نکرده مطلبی رو نگی در منبر که سبب گمراهی مردم شوی. در مورد احادیث، چه بسیار از احادیث ضعیف و مکذوبی که به پیامبر نسبت دادن. علما سالها 1400 سال زحمت کشیدن، این همه کتاب‌ها رو تحقیق کردن، بررسی کردن، سلسله احادیث صحیح رو، سلسله احادیث ضعیف رو. بابا جان اگر علم حدیث نداری، وقتی که میخوای حدیث نقل بکنی، لااقل برو از کتب، از ترمذی نقل نکن، از صحیح ترمذی نقل بکن. الان احادیث صحیح ترمذی رو آوردن، جدا کردن در یک کتاب، برای یک دعوتگر کار رو آسان کردن. بیا صحیح سنن ابن ماجه رو بگیر، از اون استفاده کن. صحیح سنن ابی داود رو بگیر، استفاده کن. و هم سر بخاری و مسلم که میرسی دیگه خلاص اینا صحیح هست، همه امت سرش اتفاق دارن. اما احادیثی هست در صحیح بخاری، دیروز یک دوستان میگم آیا اجازه است من صحیح بخاری رو برای مردم ترجمهش رو بیان بکنم؟ گفتم برای چی؟ میخوام دعوت بکنم. گفتم شما درجه علمیتون چه، محدث هستید؟ نه همینطور، به خاطر چیز. گفتم الان در بخاری احادیثی ما داریم که اگر او رو بیاری تو بدون شرحش، بدون شأنش، بدون احکام و دروسی که است و این به کی گفته شده، چرا گفته شده، آیا منسوخ است این حکم یا نیست، و هزار یک دلیل دیگر، تو این رو بیا به مردم بگو. مثلا بیا حدیث رو به حاجی‌ها بگو در چیز، یا حجاج الکرام افعلوا ولا حرج، رسول الله صلی الله علیه و سلم به فلان صحابی در حج گفته است و این حدیث هم در بخاری و مسلم است، گفت که من قبل از قربانی کردن، نمیدونم بعد از قربانی کردن، قبل از قربانی کردن سرمو تراشیدم، گفت افعل ولا حرج. گفت که من قبل از سنگ زدن قربانی کردم، گفت افعل ولا حرج. تو بیا این حدیث رو برای حاجی‌ها بخوان، خب مناسک حج به هم میخوره. این حدیث یک وجهی داره، دلیلی داره، شأن نزولی داره، به اصطلاح در یک جای خاص برای اشخاص خاصی گفته شده. نه اینکه تو بیا از اول حج به مردم بگو هر چی که دلتون میخواید انجام بدهید، افعل ولا حرج. درست. این یک جانبش که کسی که میخواد حرف بزنه، صحبت بکنه، با دقت، با متانت، با علم. وقتی که ما میگیم که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، همین حکمه رو علما به علم چیز کردن، تفسیر کردن. یعنی با علم صحبت بکن. علمی که باشه حکمت میاد. حکمت به معنی فارسی که ما میگیم.
جانب دیگر نصیحتی که به حالا تذکیری که آدم به بعضی از دعات و بعضی از جوانهایی که احساساتی هستن، اکثر این کسایی که این رد فعل و ریاکشن شدیدی که بر علیه علما و دعوتگران دارن، عالم هم نیستن، دعوتگر هم نیستن، انسان‌های جوان‌های ملتزم و دیندار و عادی هستن، یا بعضیشون هم شاید علما و دعوتگران باشن، اونا مستثنا نیستن از این امر. یک اشتباه کوچکی را از یک دعوتگری، یک عالمی دیدن، بعد بیا برنامه لایف برو در فیسبوک و یوتیوب کلیپ درست بکن که بله فلان عالم این حرف رو زده است و طبق قرآن و سنت این جوابش است. در حالی که بررسی میکنی حتی همون قسمتی از سخن اون عالم رو گرفتن، حرفش هم کامل نگرفتن. مثل که یک نفر آمده بود میگن گفت که خداوند در قرآن گفته که وقتی که شراب خوردید نماز نخونید، یعنی در غیر از نماز میتوانید شراب بخورید. گفتم دلیلت؟ گفت در قرآن که اومده لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى، وقتی که نشه هستید، خمار هستید، شراب خورید، به نماز نزدیک نشوید. در کجا گفته که نماز نخونید، شراب نخورید؟ این فهم که نباشه، حالا شما همین لا تقربوا الصلاتش رو بگیر، درست، انتم سکارایش رو نگیر، فویل للمصلین بگیر، فویل للمصلین رو بگیر. بگو بله فلان دعوتگر گفته که وای به حال کسانی که نماز میخوانن. و اون ادامش الذین هم عن صلاتهم ساهون هم داره. این کار اولا تشهیر است. امروز هم از نگاه شرعی و هم از نگاه مدنی، هر عالمی، هر دعوتگری که بر علیه کسی دیگری صحبت بکنه در هر کشوری که باشه، شما برید در اون دادگاه دعوا باز بکنید بر علیهش، طرف رو میارن محاکمه میکنن. تو حق نداری که تشهیر بکنی طرف رو. حرفی زده، دلش اختیارش، حرف خودش زده، حالا بر حسب قانون مدنی. اما در قانون شرعی الله سبحانه و تعالی کسانی که به دنبال همین چیزا میگردن به اونا چی میگه؟ ویل لکل همزه لمزه، وای به هر طعنه زن چی؟ عیب جوی. فقط به دنبال عیب مردم نباشید. فقط برید مثلا 2 ساعت یک عالمی صحبت کرده، این فقط گشته دنبال یک مطلبی که خب معصوم نیست عالم، توسط وحی که مثل پیامبر کنترل نمیشه. یک مطلب اشتباهی رو ذکر کرده، اشتباهی نیست که کفر باشه، اشتباهی نیست که شرک باشه، اشتباهی نیست که خارج از دین باشه. بعد همین رو تق تق قاطش میکنن، برنامه کلیپ درست میکنن، اشتباهی مولوی فلانی چقدر بزرگ نمایی میکنه. طرف میاد، یعنی تو 2 ساعت برنامه اینو گوش کردی فقط به خاطر اینکه این چند ثانیه رو بگیری؟ به شما ذکر کردم در یکی از برنامه طرف اومده 5 ثانیه یکی از کلیپ های من رو گرفته از یک جای کات کرده. در اون کلیپ چی میگیم؟ میگم که مکان ایمان در قلب انسان هست، ولکن ایمان بعد از اینکه قلب انسان ایمان آورد، قلب انسان یگانگی الله سبحانه و تعالی قبول کرد، انسان به زبانش بعد اقرار بکنه، انسان با اعمالش باید این رو ثابت بکنه. یعنی ایمان در حقیقت ایمان بالقلب است، اقرار باللسان است و عمل به جوارح است. این رفته همین قسمت رو کات کرده که ایمان مکانش قلب است. 5 بارم تکرار پشت سر هم، ایمان مکانش قلب. بعد زیرش نوشته محمد انصاری مرجعه شده. این چی است؟ این انسان ها فقط اینا همون طعنه زن‌های عیبجو هستن و این کار سبب میشه که الان باور کنید خیلی از دوستان پیام میدن میگن این چه وضعی است؟ ملاها به جان هم دیگه افتاده. میگیم که والا شیخ فلانی، میگن نه والا این فلان مشکل رو داره. تو کجا فهمیدی؟ دیروز یک کلیپ در یوتیوب دیدم میگن که این مشکل رو داره. مولای فلانی اونا این مشکل رو داره. دیروز یک کلیپی دیدم که فلان کس برای اون گفته. میگه پس ما دین از کی بگیریم؟ ما بیزار شدیم، خسته شدیم از دین. از اسلام خسته کردید، ما رو بیزار کردید. فقط کارشانی است که این برای این جواب بده، این برای این جواب بده. مثلا چند وقت پیش یکی از علما یک مطلبی رو گفته بود، یک جوانی اومده بود جوابش داده بود، این عالم آمد معذرت خواست یا به نوعی حرف خودش رو تعدیل کرد. اون جوان رفت به زیارتش پیشش. چقدر خوب است که ما اگر واقعا هدف ما اصلاح است، اما هدف ما اگر که عیب جویی و طعنه زدن و
یا بعضیا میخوان که به وسیله اشخاص دیگری خودشان رو چیکار بکنن؟ مشهور بکنن. طرف فلان ابن فلان صفحه زده در فیسبوک، شما برید همه پستاشو ببینید، رد بر مولای فلانی، رد بر استاد فلانی، رد بر شیخ فلانی. در کل صفحه این شخص شما یک مطلب مفید پیدا نمی کنید. این انسان بیمار است. این دعوت نیست. اصلا بیایید اصلا همین ملا، همین شیخ، همین اشتباه رو گفت. تو اگر واقعا دین دوست هستی، بیا همین رو درستش رو چیکار کن؟ در یک برنامه لایف در سوشال میدیا بیان بکن. یک از دوستان گفت که من میخوام کتابی بنویسم بر علیه فضایل اعمال. به اصطلاح فضایل اعمال جماعت تبلیغ معروف است. گفتم برادر عزیز، هدفت از این چی است؟ این مردم گمراه شدن، فضایل اعمال داخلش احادیث ضعیف است، احادیث مکذوب است، به پیامبر فلان کردن، این کردن. برادر عزیز، بیا به جای کتاب بر رد فضایل اعمال، چون فضایل اعمال الان شده یک چیز مقدس پیش یک گروهی، تو بیا، این کتاب بزرگ است، حملش برای مردم مشکل است، بیا تو یک کتابی درست کن، یک کتابی مثلا به این اندازه بلا تشبیه مصحف باشه، به این اندازه یک کتابی کوچیک درست بکن، اسمش رو بگذار صحیح فضایل اعمال. فضایل اعمال که همش که احادیث دروغ و مکذوب نیست، احادیث صحیح و روایت های صحیح رو جمع بکن و بعضی از احادیثی که حالا اون متن حدیث یا روات حدیث مشکلی دارد، برو همون حدیث صحیحشو از کتب حدیث استخراج بکن، به نام صحیح فضائل اعمال مختصرش بکن، این رو چاپ بکن و سعی کن که این در بین مردم هر کس ببینه مختصر فضائل اعمال یا صحیح فضائل، اصلا بنویس مختصر، صحیح هم شاید که زننده باشه، مختصر فضائل اعمال، احادیث مکذوب و باطلش رو حذف بکن، مختصرش بکن به نام مختصر فضائل اعمال. ببین این کتاب چقدر در بین مردم نشر میشه. اینجا برمیگردیم برای یک موضوع خیلی مهم دیگر برادر عزیز، نیت، اخلاص. تو هدفت از این دعوت چی است؟ نیتت چی است؟ فتنه انگیزی یا خراب کردن یک شخصیت یا در بین مردم عداوت و دشمنی ایجاد کردن، یا که نه اصلاح؟ اگر اصلاح هست که این روشش نیست. بله. ما باید این رو ببین، یک آیه ما داریم در قرآن کریم، من این رو از مصحف خدمت شما تو اگر اشاره کنید جناب استاد، چون فکر کنم وقت برنامه گذشتیم. بله، مشکل نیست، یک آیه ارزش داره که در موردش صحبت بکنیم. الله سبحانه و تعالی در یک آیه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اتقوا الله. نصیحت همیشگی قرآن، اتقوا الله. اتقوا الله یعنی چی؟ اخلاص عمل، اخلاص، پرهیزگاری، راستگویی، امانتداری، همه فضائل اعمالی که در دین هست رو جمع بکنید. هدفش چی است؟ رسیدن به تقوا. وقتی الله متعال میگه اتقوا الله، یعنی عداوت نکن، دشمنی نکن، راستگو باش، صادق باش، مؤمن باش، مسلمان باش، دعوتگر باش، یعنی همه خوبی های دین رو که شما در نظرتان هست در قرآن و سنت آمده زیر کلمه اتقوا الله هست. یعنی چی؟ همه این کارا رو انجام بده که به مرتبه تقوا برسی. اتقوا الله. بعد از اون چی میگه؟ وقولوا قولا سدیدا. در همه خطبه های نماز جمعه اگر دیده باشید در اول این آیات رو میخوانند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. قولا سدیدا یعنی چی؟ سخن محکم، سخن محکم، سخن نیکو، سخن راست. این سدید رو شما معنی بکن. مستدل. چقدر که دوست داری معنی بکن. وقولوا قولا سدیدا. قولا سدیدا برای کی گفته؟ برای چارپایا که نگفته، برای عالم گفته که گپ میزنه، برای انسان‌های ناطق گفته. یعنی حرف که میزنی، دعوت که میکنی، صحبت که میکنی، قولوا قولا سدیدا. قول مستند بگو، قول راست بگو، قول محکم بگو، قول قرآنی بگو، قول ایمانی بگو، قول نبوی بگو.
اگر این کارو کردی، ببین الان چقدر مهم است که ما به این آیه در زندگی ما هر رو جمعه در نماز جمعه میشنویم، عموما در همه کشورهای اسلامی در خطبه میگن، اما گاهی فکر کردیم که رسالت این آیه چی است که در هر نماز جمعه برای ما در خطبه امام تکرار میکنه؟ فکر نکردیم. افلا یتدبرون القرآن که الله متعال میگه در قرآن کریم همین است، چون تدبر نمیکنیم. اتخذوا قومی هذا القرآن محجورا. محجور همین است که ما فکر نمیکنیم، تدبر نمیکنیم، در زندگی خود پیاده نمیکنیم. تقوا پیشه کنید با همون معانی که ذکر کردم. و قولوا قولا سدیدا. وقتی صحبت میکنید صحبتی محکم و مستدل و خوب و راست و صحیح بکنید. بعد از اون چی میشه؟ یصلح لکم اعمالکم. اعمال شما به خاطر تقوایتان، به خاطر حرف نیکویتان اصلاح میشه. وقتی اعمالتان اصلاح شد، سخن خوب گفتید، دعوت به دین کردید، و قولوا قولا سدیدا، بعضی علما تفسیر به این کردن که شما دین رو برای مردم تبلیغ بکنید. تبلیغ دین قول سدید است. بعد از اون الله سبحانه و تعالی چه جایزه میده به شما؟ یصلح لکم اعمالکم. جایزه دوم و یغفر لکم ذنوبکم. گناهانتان هم بخشیده میشه. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. قانون رو هم در آخر به شما میده. تقوا پیشه کن، قول راست و صحیح و محکم و درست بگو، الله حالتو خوب میکنه، گناهتو میبخشه، قانونی هم باید تقدیم میکنه که چی است؟ اطاعت از الله و رسول. نتیجه اطاعت از الله و رسول چی میشه؟ فقط فاز فوزا عظیما. فوز عظیم چی است؟ جنت. فوز عظیم جنت است. بله. از جنت بالاتر فوز عظیم ما نداریم. پس این آیه‌ای که هر روز ما این رو در هر خطبه این رو میخوانه امام، ما همینطوری نشستیم، امام داره این آیه رو میخوانه، ما در فکر والا دکان چی شد و دفتر چی شد و خانه و زندگی چی شد و تفکر تدبر نیست. نه. کی از ما، کدام از ما رفته این آیه رو رفته در تفسیر خوانده که این امام هر روز جمعه این رو چیز میکنه، تکرار میکنه؟ هدف این چی است؟ داره یک منشوری رو، یک دستوری رو، یک قانونی رو برای ما بیان میکنه. و این که الله سبحانه و تعالی در آخر میگه فوزا عظیما، این یک شرف بسیار بزرگ است برای دعوتگر. بهترین انسان بعد از انبیا و بعد از رسول کیا هستن؟ علما. قرآن چی میگه؟ دعوتگران. و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالح. کیست نیکو سخنتر، کیست بهتر سخنتر، کیست بالاتر سخنتر از کسی که چی میکنه؟ سوی الله دعوت. به سوی الله دعوت میکنه. شرافتی بالاتر از این میشه؟ اگر یک دعوتگر مقام و منزلت خودش رو در پیشگاه الله سبحانه و تعالی بداند که الله سبحانه و تعالی به تو چه یک مقامی داده است. و من احسن قولا ممن دعا الی الله. کیست نیکو سخنتر، کیست بهتر از کسی که دعوت میکنه به سوی الله سبحانه و تعالی؟ این انسان باید به این چیزای مزخرفات دنیا و به این چیزا فکر میکنه. امروز متاسفانه مصیبت بزرگی که گرفتار شدن بعضی از علما و دعوتگر ما این است که ما باید بیشتر لایک داشته باشیم، بیشتر اتباع داشته باشیم. والا کلیپ ما گذاشتیم در یوتیوب، در فیسبوک، حالا 400 نفر دیده، 500 نفر دیده. یکی میگه والا این خواننده رو ببین چقدر هر کلیپ میگذارن، هر پستی میگذارن 1 میلیون نفر دیده. عالم بیچاره مثلا زحمت کشیده یک مطلبی رو گذاشته، 400 500 نفر، نهایتش 1000 نفر دیده. آیا هدف ما از دعوت کردن این باید باشه که لایک بیشتر بگیریم؟ مردم بیشتر ما رو دوست داشته باشن؟ مردم بیشتر
به ما بها بدن او از ما استقبال بکنن. آیا هدف باید این باشه؟ پیامبرانی بودن، پیامبر رسالت الله سبحانه و تعالی بر او نازل شده، در دنیا آمده، دعوت کرده، زحمت کشیده، یک نفرم هدایت نشده. نداریم پیامبرانی همچین؟ پیامبر در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه، دروغ که نیست، پیامبری آمده 10 20 30 سال زحمت کشیده، چند نفر مسلمان شدن؟ 2 نفر. چند نفر بهش تابع شدن؟ 3 نفر. 40 نفر، 100 نفر. پیامبرانی آمدن که هیچ کس اصلا حرفشان هم گوش نکرده، همونطور دعوت کردن، زندگی کردن، رفتن. و ما آمن معهم الا قلیل. اکثریت لایک معیار نیست در اسلام. اکثریت بیننده ها معیار نیست برای یک دعوتگر. اکثریت متابعین مشترکین در یک صفحه معیار نیست برای یک دعوتگر. اگر قرار باشه باز نظام دموکراسی میشه به اصطلاح. نظام دموکراسی در اسلام اکثریت مطرح نیست. در نزد الله سبحانه و تعالی اکثریت اعتبار نه. تو میلیارد لایک داشته باش، اخلاص نداشته باش، هوا منثورا. چرا الله سبحانه و تعالی این مثال رو برای ما میاره که کسانی که ریا میکنن، این یک ریا هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که به شما میترسم از شرک خفی. شرک خفی چی؟ از ریا هست. این که ما به دنبال لایک و به دنبال اتباع، به دنبال رضایت مردم باشیم، بر اساس رضایت مردم فتوا بدیم، بر اساس رضایت مردم حرفایی بزنیم که مردم از ما راضی بشن. عجب دعوتگر مدرنی، عجب دعوتگر 2024، عجب انا عالم. این دعوتگر ما تازه پیدا کردیم، این اسلامی که تازه فهمیدیم. چرا؟ چون تو بر وفق مراد او میخوای که فتوا بدی، بر اساس هوا و هوس او میخوای حرف بزنی. خب نمیشه که هم او راضی، هم من راضی، هم فاسق و فاجر راضی، هم غازی، هم شهید، هم غنیمت بگیرم سعی و سلامت خانه برو، که نشد. من گاهی اوقات به دوستان میگم که اگر دیدید که در زندگیتان، برای دعوتگران اینو میگم، برای علما، مشکلات اقتصادی نداشتی، مشکلات سیاسی برات ایجاد نکردن، مشکلات امنیتی نداشتی، همه زندگیت مرتب بود، هر چه خواستی برایت مهیا شد. به قول بعضیا میگن که به خاک دست میزنه طلا میشه. اگر وضعیت زندگیت اینطوری بود، ایمانتو مراجعه بکن. یک جای مشکل داری در زندگی، یک جای مشکل داری در اعتقاد، در ایمان، یک جای مشکل داری. چون اگر مشکل نمی داشتی، این راه به این انواری نمی شد. چرا؟ چون راه دعوت، راه دین، راهی است که با مشقات. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد جنت و دوزخ چه می‌فرمایند؟ راه بهشت چی است؟ حفت الجنة بالمکاره، به سختی ها، به مشکلات. و راه جهنم چی است؟ شهوات. هر وقت که انسان هیچ مشکلی در زندگی نداشت، برای عموم انسان ها نمیگم، خاص این مختص دعوتگران و علماست، همه امور زندگیت مرتب بود و تو دعوت هم میکردی، عالم دین هم بودی، بفهم که یک جای مشکل داری، مشکلت برو اصلاح بکن. چون نمیشه که هم بنده راضی باشه، هم خدا راضی باشه، هم کافر راضی باشه، هم یهود و نصارا از تو راضی باشه، هم دشمنان اسلام از تو راضی باشه، هم مردم از تو راضی باشه و هم خدا از تو راضی باشه، هم ملائکه از تو راضی باشه. امکان نداره. به همین دلیل ما نباید به دنبال این بگردیم که 4 نفر فاسق و فاجر بیان ما رو تزکیه بکنن. تزکیه واقعی تزکیه است که الله سبحانه و تعالی ما رو انجام بده، ما رو الله سبحانه و تعالی تزکیه بکنه. امروز دعوتگر ما، عالم ما، به خاطر تعریف و تمجید 4 تا برنامه ساز فاجر و فاسق یا 4 تا تلویزیون فسق و فجور نباید خودشو از دست بده، خودشو ببازه. این اتباع، این لایک ها، این بازدیدها، این تعریف ها، این تمجیدها مفت نیست. ایمانت رو ازت میگیرن، عقیدت رو ازت میگیرن، تقوا و پرهیزگاریت رو ازت میگیرن، بعد از اون اینا رو به تو میدن. و اینها چی است؟ در نزد الله سبحانه و تعالی هواء منصورا. چون هر چیزی که به خاطر اهداف دنیوی باشه، الله سبحانه و تعالی جهنم رو با چی چیزی آتش رو روشن میکنه؟ با مجاهد، با عالم دین، با انسانی که
نفقه داده، خیرات و زکات داده؟ مردم. گفتن یا رسول الله مجاهد، عالم دین، انسانی که نفقه داده در راه خدا؟ بله. مجاهدی که به خاطر فی سبیل الله جهاد نکرده، عالمی که به خاطر که بهش بگن عالم، بهش بگن دعوتگر، جناب مولانا و شیخ الحدیث علامه فلان ابن فلان قدس الله سره کشف الله سره حفظه الله تعالی شیخ القرآن و الحدیث و الایمان و الیمین و الیسار، یعنی این به خاطر این چیزا بوده. به خاطر این نبوده که به مردم علم دین رو یاد بده، به خاطر این نبوده که مردم رو دعوت بکنه. و اون انسانی که پولش رو به خاطر ریا نفقه داده، میلیارد، میلیون، تریلیون اگر انسانی در راه خدا خرج بکنه، هدفش این باشه که مردم ازش تعریف و تمجید بکنن، در روز قیامت میبرنش، اول اینا رو در دوزخ میگذارن، یک کمی بنزین میریزن، دوزخ رو آتیش میزنن، بعد از اون بقیه دوزخی‌ها رو میگن که بفرمایید. چون این کارها به خاطر الله سبحانه و تعالی، کاری که به خاطر الله نبود، کاری که در اون رضایت الله سبحانه و تعالی مطرح نبود، عاقبتش این میشه. و الله سبحانه و تعالی هیچ کسی رو، هیچ گناهکاری رو در قرآن کریم ببینید به الاغ و به سگ تشبیه نکرده. الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. کسانی که تورات رو، یعنی چی؟ یعنی علم رو گرفتن، خوب فهمیدن و بعد از اون به این عمل نکردن و اجرا نکردن و مردم رو به اون چیزی که با حقانیت دین دعوت نکردن. خدا میگه اینا مانند الاغ‌هایی هستن که شما یک گونی یا یک بوجی کتاب رو بار یک الاغ بکن، تأثیر بر الاغ داره. شما کل تفاسیر رو در یک صندوق بذار، بالای سر یک الاغ بگذار، آیا تأثیری بر الاغ داره؟ الاغ مفسر میشه؟ نمیشه. بارو تا مقصدش میرسانه. خر عیسی اگرش به مکه برن، چون بیاید همان خر باشد. پس تأثیری ندارد که عالم و دعوتگری با آنچه علمی که دارد عمل نکند، به هدفش رضای الله سبحانه و تعالی نباشد. بعد نگاه میکنید مثل اینکه از وقت گذشت. چون رمضان است جناب استاد، ماشاءالله شما پر انرژی هستین. سلامت باشین. جزاکم الله خیر. بحث خوب داشتیم در مورد اصول دعوت و علما و دعوتگران و مهمی که دعوت مختص علما نیست و مخاطبش هم نباید خاص باشه، بلکه دعوت اسلام جهان شمول است. جزاکم الله خیر جناب استاد بزرگوار. انشالله که در فرصت‌های بعدی فرصت شد انشالله که بحث رو دنبال خواهد کردیم. سلامت باشین. خیر و سلامت باشین. اگر کدام پیام خاص و کوتاه اگر داشته باشین. من با یک آیه تمام میکنم این برنامه رو. الله سبحانه و تعالی در یک جای یک آیه بسیار، یک تهدید بگیم، یک وعید بسیار شدیدی رو بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل میکنه. الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. مخاطب کی است؟ رسول صلی الله علیه و سلم. ای پیامبر، ای حبیب من، ابلاغ بکن، دعوت بکن آن چیزی را که ما بر تو نازل کردیم. اگر این کار رو نکنی رسالتت رو انجام ندادی. میترسی که مردم تو رو بکشن، بزنن، تهمت بزنن. والله یعصمک من الناس. الله تو رو از مردم حفظ میکنه. این پیام رسالت است برای هر عالم، برای هر دعوتگر، که اگر رسالت الله سبحانه و تعالی رو ابلاغ نکنید، پیام الله سبحانه و تعالی رو نرسانید، وظیفه خودتان رو انجام نداده اید و نترسید که والله یعصمک من الناس. الله حفظ میکنه. بخیر و سلامت باشین. جزاکم الله خیر. بیننده های عزیز و گرامی، به پایان برنامه لحظه های آسمانی رسیدیم. با امید قبول طاعات و عبادات همه شما عزیزان، تا برنامه دیگر که باز هم خدمت شما حاضر می شویم، همه تان را به الله بی‌نیاز می سپارم. اوقاتتان خوش، شاد و موفق باشید.